در قسمت‌های پیشین خسرو شیفته دختری شد که فقط نام و آوازه‌اش به گوشش رسیده بود. شیرین سوار بر اسب در پی او تا دیار ارمنستان تاخت و در آن سو فرهاد که بی کلام اما با تمام وجود دل به شیرین باخت. قصری، ساغری و سکوهایی که سرنوشت را آهسته شکل می دهند. چه کسی در قلب شیرین جای می گیرد و قصه به کدام سو می رود؟ خبر رسید به شیرین که فرهاد آن عاشق خاموش داس برداشته و کوه برمی کند، نه از برای زر و نه از برای جاه، بلکه به امید وصال شیرین به فرمان خسرو که دلش به نیرنگ آراسته بود، نه به مهر. شبی شیرین دلنگران ساغری از شیر به فرهاد رساند، نه شاهانه نه چون دل باخته، بلکه چون انسانی که نگران جان انسان دیگر است. اسب شیرین در بازگشت غم کرد. افتادنی بود اگر فرهاد نمی رسید و فرهاد نه فقط شیرین که اسب را نیز به دوش کشید و به سلامت به قصر رساند. این دیدار در گوش خسرو نجوا شد، به گوش پادشاهی که تاب رقابت نداشت، چه با عشق چه با مردی از سنگ تراشان. خسرو خشمگین شد، نه چون پادشاه که چون عاشقی شکست خورده. خسرو پیکی به سوی فرهاد فرستاد با زبانی چون زهر که شیرین مرده است، دروغی سرد بر دلی داغ. و فرهاد که آن را شنید و جان سپرد. خبر مرگ فرهاد به شیرین رسید. شیرین در سوگ نشست، دلش را بر باد داد و اشکش را به خاک. در این میان همسر خسرو مریم از دنیا رفت و خسرو 40 روز عزادار ماند. آنگاه خسرو نامه ای نوشت و از شیرین خواست که به قصر آید، اما شیرین نه کنیز بود و نه طمعکار. پاسخش کوتاه بود: من ملکه هستم و تنها با احترام و مهری که شایسته است خواهم آمد. خسرو از ناامیدی دل به نیرنگی دیگر سپرد. به دیدار دختری از اصفهان رفت به نام شکر، شاید تا حسد شیرین را برافروزد. اما شعله حسد گرچه می‌سوزاند اما دل را به وصال نمی‌رساند. زمان گذشت، دلها زخمی‌تر شدند و راه‌ها پر از خار و خنجر. اما در نهایت خسرو که راهی دیگر نیافت، خود رهسپار قصر شیرین شد. برای دیدن قسمت‌های بعدی سابسکرایب کنید.